Дорогие друзья, и сейчас настал момент финального боя Гран-при Азии по боевому самбо. И в ринг приглашается из Таджикистана Муин Таджик Гафуров. Skin the color of bark, clothes smelling like trees, digging my earth on my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. Clothes smelling like trees, digging my earth on my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. But life is just that bright, that when the sunset shines, I seen the graffiti writes. I'm back tonight with a sack to light. In honor of the past I write. I'm wide open with no glass of wine. Stuck in the barrel, I'll get better with time. While you measure how the pleasure declines, I'm stacking cheddar while the bread just rise. With my eyes and my ears glued here on my grind, Cuddy. Creeping on the come up, sleeping till the sun's up. Telling secrets to the drum thumps. Pledge allegiance to the blood pump. Until I leak my last leader, here's my one love. And all these angels got their guns up, but no fear when my teeth and my tongue touch. Ladies and gentlemen, this is the Open Asia Grand Prix Combat Sambo Final. And from Tajikistan, Muin Tajik Гафуров. His professional record 10 wins and 2 losses. И в синий угол ринга добро пожаловать из Египта. And to the blue corner of the ring, welcome from Egypt, Sami Amin. Let's go. Gentlemen, your closest fighter from Egypt, Sami Amin. He is the Emirate Brazilian Jiu-Jitsu champion. His professional record is 8 wins and 3 losses. Sami Amin. And your referee in the ring, Vladimir Balala. دوستان عزیز اکنون دوباره موین غفورov برآمد بر مقابل سامی امین مصر نفری که در وان چمپیونشیپ هر دو میزنند این ورزشکارانی هستند که بارها در وان چمپیونشیپ رقابت کردند حالا ما منتظر میگردیم از موین فینال است راوند اول دور فینالی سامی امین نفری که دوستان عزیز برای مخلصان شبکه ورزش آشنا است در وان چمپیونشیپ ما این ورزشکار را از رقابتش برای شما نمایش داده بودیم ببینید اکنون برای بفکرم برای موین خوب است رقابت کردن با او سامی امین حالا یک ضربه موین را قبول کرد و دوباره بر مقابل موین مستحکم استوارتر میایستد اما موین باشد همانا شتاب نمیکند برای ضربه اکنون ببینید حالتی که باز هم سامی امین را در حالت ناگوار مانده است ضربه های مستحکم موین غفورov خیلی ضربه های قوی اما رقیب نیست بازم به هجوم میگذارد موین باشد خود را در کنار گرفته ایستاده است توسط برگشت با پای
اما حالت عجیب. نه در اینجا موین خوب است. موین خوب کار میکند. موین خوب کار میکند و سامی امین باشد خود را خوبتر میگیرد. در اینجا امکانیت زیبا است برای موین ضربه زدن. خیلی حالت زیبا. پای را سر اول موین میبرارد برای خوبتر موقع خیش رو اشغال کردن و بعدا ضربه زدن برای موین باید میسر گردد. سامی امین این ورزشکار مصر. ببینید اوه موین ضربه میزند. خیلی ضربه های قوی از سمت راست چپ. رقیب در یک حالت ناگوار است. ببینید همه از پای برمیخیزند برای موین با حالتی که رقیب را انداخته است. رقیب نیز در حالت ناگوار است. سامی امین در حالت ناگوار است. موین ضربه میزند. خیلی ضربه هایش قوی است. در حالت دیگر بالالا نظارت میبرد هر دو را برای ویران نکردن قاعده های سمبای محاربه کسبی. در اینجا سامی امین دیگر در حالت خیلی ناگوار قرار گرفته است. موین ضربه میزند. باز هم حالت های زیبا را موین به دست میگیرد. از سمت چپ راست ضربه زدن برای میسر میگردد. دوباره ضربه میزند. در حالت پارتری کول کردن برای موین آنقدر ببینید برای رقیبی موین آنقدر خوش است. او راست ضربه میزد اما توقف است. در حالت کم کار کردن موین ممکن است هر دو را از جای برخیزانند. بالالا نظارت میبرد این رقابت را. سامی امین مصر مستحکم رقیب را داشته است. موین را نمیخواهد که با او ضربه زند اما موین باشد با هر کار با هر حرکتی نباشد خود را از این حالت رها میکند و دوباره میسر میگردد. ضربه میزند. در یک حالت ناگوار است. ضربه های قوی موین بس را میرزد. آن اکنون خیلی حالت زیبا موین ضربه میزند. حالت زیبا برای موین ضربه زدن. خیلی همه حالت عجیب. بالالا میتواند که از این حالت نظارت برد چون که در اینجا حالت ناخوشی با بار آمدنش ممکن است. موین با ضربه میزند. حالت داشتن را بالالا نشان میدهد. از کنج سرخ موین ضربه میزند. تمام. این غالبیت موین است. غالبیت پررأی موین غفور و از دوستان عزیز. سامی امین مصر در اینجا مغلوب میگردد و موین در دوره فینالی پیروز گشت و این پیروزی موین است. پرچم بر دست میگیرد. خیلی عجیب بود. اکنون موین غفورов در وطن خیش در میدان خود غالبیت به دست آورد در مرحله فینالی گران پری جام آسیا. این کوازمای در دقیقه پنجم دوستان عزیز به انجام رسید. Для награждения бойцов в ринг приглашается президент футбольного клуба «Иссикул» Шохрух Саидов. Браво! Сами Амин! Муин Гафуров!